تفاوت بسیار زیاده. دخترها زیاد رمانتیکن، طبع لطیفی دارن، بسیار حساسن، حالا یا به خاطر جنسیتشون یا به خاطر روحیه‌شونه. فیلم اکشن داره نشون میده تو سینما، طرف با یه دونه ساتور، اونم با چاقو کار داشت، میگه خون و خون ریزی، دختر ردیف جلو میگه چه کابینتای خوشگلی دارن. این توی فاز دیگه است. واکنش هاشون و نظریاتشون نسبت به یک سری موسیقی ها، نسبت به یک سری فیلم ها بسیار متفاوت و متمایز. For example، برای مثال بعد از دیدن یک فیلمی مثل تایتانیک، فیلم تموم میشه، نگاه میکنی دختر یه جعبه دستمال کاغذی رو تموم کرده و همچنان داره هش میگه چقدر فیلم رمانتیک، عاشقا، چه عشق خالصی، خدا انشالله یه همچی عشقی رو نصیب کنه. بعد پسره رو داشته باشه، الان میخورن به کوه یخ دهن همشون. تفاوت ها